در فرقه های گذشته ما روان کردیم انبیا علیهم السلام. اولی سرنوشت داستانی از واره بر ما بیان بکنه که چطور بود، پیغمبرها چی میکرد، مخالفین چی میکرد. این درس عظیم برای دعوتگرای حق است. الله از تمام امکانات کار گرفته برای راهنمایی بندگان خود تا که یا حق از باطل جدا بسازه. پیغمبرها را روان کرده. و ما یاتیهم من رسول، نمی آمد برایشان هیچ پیغمبر نامده به مردم الا کانوا به یستهزئون، مگر بودن که سرش استهزا میکرد، مسخره میکرد. چرا مسخره میکرد؟ زمانی که پیغمبر دلیل پیش میکرد در مقابلش دلیل نداشت. حالی در پیش مردم ملامت میشد. یک آدم که تو میخوای در مجلس او را زیر فشار بیاری، زیر تاثیر بری، خنده کو زیاد خنده کو، اون چی میشه؟ و بیچاره مسخره میشه. این مردم چون قوت استدلال قطعی پیغمبر نداشت، دلیل نداشت، از چی کار میگرفتن؟ از مسخره بازی. مسخره دیگه میکرد به این خاطر که نعوذ بالله مردم دیگه گرویده از این نشوه، چرا که در نظر مردم حقیر معلوم شوه، به باد مسخره مردم قرار بگیره. دیگه میترسیدن که ما مسخره کنیم، به خاطر اگر مسخره نکنیم نیروی ازی، شجاعت ازی دیگه هم قوی میشه، از او خاطر مسخره میکردن. کذالک نسلکه، نمی قسم ما داخل میکنیم. دو توجیه در اینجا، ما داخل میکنیم استهزاء و مسخره را فی قلوب المجرمین، در قلبای مجرما، کسایی که مجرم است در قلبشان می استهزاء را داخل میکنیم. در هر تاریخ مجرمین مستهزئین است، حتما سری حق استهزاء میکنه، حق به باد هوا میگیره، نعوذ بالله برش احترام قائل نیست به حق. چرا خدا نعوذ بالله تر فکر میکنه که ما خیلی بالاستیم، چیزی را که تو میگی گپ نیست. یک توجیه است. دوم توجیه، کذالک نسلکه، نمی قسم ما داخل میکنیم قرآن کریم فی قلوب المجرمین، در قلبای مجرما. بله، آیات الهی، دلایل الهی در قلبایشان از یک راه نه از یک راه خامخا میرسه. لیکن چون که اینجا زمین قابلیتی برداشتی باران نداره، نمیشه که در اینجا گیاه چی رویانده شوه، چرا که قابلیتش نداره. دلای کفار قابلیت برداشت قرآن حیات بخش نداره، نمیتونه اثراتی از او در او دیده شوه و پیدا شوه. چرا؟ به خاطری که یا اراده زیره نداره که قرآن بپذیره. اردو معنا درست است، لیکن داخل شدن قرآن در قلب و بعد از او نتاثیر کردن این درست نیست. چرا که در قلب گپ برسه حتما اثراتش در بیرون معلوم میشه. از او خاطر قول اول ایجا درست است که ما داخل میکنیم استهزاء در قلبای مجرمین. چرا یا مجرم است، همیشه اعتنا به دعوت پیغمبران نداره، این گپا را نعوذ بالله به باد مسخره میگیره، گپ دیوانگی میگه. از او خاطر یا همیشه استهزاء کرده رئیس. لا یؤمنون به، ایمان نمیاره به قرآن کریم. و قد خلت سنت الاولین، یقینا تیر شده رسم جاریم پیشینا. در پیشین چه حالت ها میشد؟ این به کلگی ویدا و وادار است، معلوم دار است. چرا؟ انبیا علیهم السلام وقتی دعوت داد نهایت تلاش خود کردن، کوشش خود کردن، الله برشان موقع تعامل برابر کرد. اما مردم وقتی که نه ایمان ناوردن، سنت الهی است که بازی مردم بیخکن عذاب شده. اینمی قسم طریقی الله متعال است با هر طایفه. اینطور نیست که الله متعال تفاوت در ریگا پا بیاره، بلکه این قانونی عملی الله متعال است که هر طایفه حق نادیده میگیره، چشم پوشی از حق میکنه، انجام کارش بجز از این هلاکت دیگر نیست. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، یا از تعصب و لجاجت و زدبازی در سرحد رسیده، پردای غرور و جهل و کبر در سر بصیرتشان انداخته شده که حتی اگر یار در آسمان هم بالا کنی باز میگه که نه چشم بندی شدیم ما، یا ایست که سر ما سحر کرده شده، یا این قدر است که از امور محسوس که با چشمی سر دیده میشه این کار میکنه. نعوذ بالله. چرا؟ به خاطری که در قلبی از یا ضدیت است، تعصب است. از این خاطر قطعا در قلبی از یا کار نمیکنه. مردم دو قسم است، یکی مردم متردد و خالی ذهن میباشه، با مجرد شنیدن حق تمایل در قلبش پیدا میشه برای پذیرش، لااقل یک کمی گپ در قلبش تاثیر میکنه، در جستجو میشه تا که واقعیت برش آشکارا شه. یک طایفه مردمی هستن که وازم ابتدا در نیت ارادهشان نیست که من اینمی گپا که هر رقم باشه رد میکنم. یونمون مردمای ضدی است که واقعیت ها را محسوسات انکار میکنه. تو میگی برق روشن است، سفید است، و برات میگن سیاه است، نمیپذیره.
یک تعداد مردم لجوج و زدباز و متعصب فعلا ما داریم. اگر قرآن برش پیش میکنی، حدیث پیامبر برش اینطور با چشم سر میبینه، باز چی میگه که هیچ گپ خلاص نشه، باز چی میگه نه شده میتونه ساخته شدگی باشه. عجیب است. او برادر این کتابی است که امت ای را تسلیم کرده، نسل به نسل یکی به دیگر رسیده، در این تغییرات و تحریفات کسی نکرده، لیکن بازم میبینی علتش است که او تعصب داره. الله میفرمه ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، اگر ما اعلا بکنیم باز بکنیم علیهم بالای همی معاندین کفار بابا دروازه من السماء از طرفی بالا، فظلوا همیشه باشنی مردم فی از همی دروازه یعرجون بالا داسمان برون که امر خیلی محسوس است، غیر ممکن آن بودالی برشان این امکان پیدا شد روان شود. لقالوا میگوین انما سکرت ابصارنا، یقینا بند کرده شده یعنی چشم بندی شده بالای نظرهای ما، بل نحن قوم مسحورون، نه ما سر تا پا سحر شدیم، حالی که هر چیز میگیم حقیقت نیست، نمیفهمیم طور میگیم، ما مسحور هستیم. در این سرحد رسیده. این قوم لجوج است. تسلی برای پیامبر صلی الله علیه وسلم است، برای دعوتگراست. چرا این گپا را میگه؟ پیغمبران دلسوزی که دعوت میداد، اما قوما در مقابلش تاپای و نسبت و اتهام چی را؟ مجنونه، ساحره، و این گپا را حقایق عینی را به چشم سر مشاهده میکرد، باز میگفت چشم بندی است. نعوذ بالله. خب لیکن انبیا چی کردن؟ در مقابل لجاجت امی مردم در خانه نشستن، ترک کردن مسیر دعوتی خدا؟ نه 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 نه. انبیا علیهم السلام با اینمی قدر بیادبی و گستاخی مردم بازم در تلاش چی بودن؟ بگه رساندن حق بودن که به مردم دلایل ارائه کنه، مردم بفهمانه. پس یک دعوتگر حق باید خسته نشوه، ذله نشوه. یک انسانی که ایره بد میگه، رد میگه، تاپا میزنه، اتهام میکنه، نسبت میکنه، به این بار خطا نشوی. چرا؟ مرتبه موت به مرتبه انبیا علیهم السلام به هیچ وجه نمیرسه، دلسوزی موت به اون مرتبه نمیرسه، علم موت به اون مرتبه نمیرسه، حکمت موت و قدر و منزلت موت به اون مرتبه نمیرسه. اما وا در مقابل اتهامات مردم چی کردن؟ بالکل تحمل مشکلات کردن، پذیرفتن، اما راه دعوت اعلان نکردن. ما مایوس نشویم. چرا؟ ثمره مرتب کردن کار الله متعال است. تو اجتهاد و محنتی تبکو به خاطر رضای الله، سواء علیهم، سری از وا برابر است، سری تو خو نیست برابر، بری تو خو الله اجر میده. اگر اراده هیچ حرکت هم نکرده، محض در قلبت اراده تسکینی آدم در عقیده صاف و پاک بیایه، در دل اراده داری، امیرم الله برات ثواب میده. چی جای از یک قدم طرفش بگذاری و بعد از یک سخن قطعش ارائه کنی، این خو اجر است. اجر از امو خاطر دعوتگر حق در کل عمر خود مایوس نمی باشه، فقط امیدوار است که الله متعال ثمره را سری حرکت یزو، سری کوشش یزو مرتب میکنه. ولقد جعلنا فی السماء بروجا، الله لی دور بده انسان ها را، که عجیب است. شما ببینید انسان ها چقدر نعوذ بالله گستاخ است، چقدر غافل هستند، نمیبینه کائنات الله را. یک کمی فکر بکنن برشان واضح شود که الله متعال کدام ذاتی است، چه قسم توحیدش است. ولقد جعلنا فی السماء، یقینا ما گردانیدیم در آسمان، مراد از آسمان فضای آسمانی است، بروجا سیارات یا ستاره ها را، و زینا للناظرین، ما مزین کردیم برای بیننده ها. زمانی که بالا سعی میکنی در این شب تاریک وقتی ستاره را سعی میکنی چمک میزنه، چقدر زیبا میباشه، تو گویی که شاخه پنشاخ واره داره، گل واره جور شده، اما الله ای را مزین کرده. مراد از بروج منازل آفتاب و محتاب هم گفتم منزلا داره. آفتاب 360 منزل داره، محتاب 29 منزل داره یا 28 منزل داره، یا این منزلا هم گفته میشه. اما اینجا مراد از پیشش همین سیاره هایی که با چشم دیده میشه که سبب زینت آسمان هاست. یکی از جمله چیست؟ فواید ستاره ها همیست. دوم و حفظنا من کل شیطان رجیم، ما نگاه کردیم همی آسمانه از هر شیطانی رانده شده. زمان سابق شیطان ها بالا میشد، الله متعال قوت اثر برش داده بود، جنیات یکی بالای دیگه می نشستن، بالا می رفتن. الا من استرق السمع، مگر کسی که بدزدی بگذاره از سمع گوشی خدا، فاتبعه شهاب مبین، از پیش می رو و می افته شهاب مبین، آتشی که بالکل آشکارا شعله‌ور است. ما شما می بینیم گاهی گاهی یک ستاره چی میشه؟ لمبه واره میکنه، شعله واره و میدوه. این در حقیقت امی شیطانه است که بالا میروند
برای گرفتن خبرها و اونجا الله متعال یارا نمیگذاره. قبل از رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا بالا میرفتن. الله متعال وقتی فیصله یک امر میکرد در آسمان زمزمه میشد، ملائک یکی با دیگه میگفتن تا که عند ملائک پایینی گپ میرسید. در ضمن ای گپ شیطانان میشنیدن بعضی گپا را که اینی طور حال است. می آمدن به کائنا میگفت امرای یک سخنی راست، صدها دروغ دیگر هم چی میکرد؟ یک جا میکرد. و این سبب گمراهی مردم هم شده بود. چرا؟ یک سخنی راست کاهن خوب بود، موجود بود، وقتی در سخنی راست میدیدن خلاص اعتبار میکردن و صدها دروغ دیگه هم میپذیرفتن. زمانی که پیغمبر علیه السلام پیغمبر شد این گپا بند شد سر شیطانا. ما شما در مسلم حدیث خواندیم در مورد قرائت که پیغمبر علیه السلام قرائت میکرد که اونا وقتی که یا دیدن که پس یا توسط شعله آتش زده میشن، گفتن حتما در دنیا یک امر بزرگ چی شده؟ رونما شده. الا برای بگرده که کدام امر است. زمان آمدن قرآن شنیدن، حقیقت درک کردن که گپی جدید شده، پیغمبر جدید آمده. پس رفتن به قوم خود، امو اول بردن و ایمان آوردن یک تعداد، غیر از لشکر ابلیس و تابعدارای ابلیس. والارض مددنا، زمین ما هموار کردیم، والقینا فیها رواسیا، انداختیم بالای زمین رواسیا، کوها را، به خاطر از اینکه استراب نکنه، لرزه نکنه زمین. و انبتنا فیها من کل شیء، رویانیدیم در این زمین از همه چیزایی که مورد ضرورت انسان است، موزون سنجیده شده، هر چیز سنجیده شده ما چی کردیم؟ رویانیدیم. عجیب است. یقینا اگر در یک آیت الله متعال انسان تفکر بکنه درک میکنه حقیقت. میوه به اندازه است. اگر امی میوه زیاد شود شما چی میکنی؟ امی تو الله قدر زیاد کنه که هر طرف میری یک دم گرمی هم شود، یقین بکن که از بوی بد دیگر در اینجا زندگی کرده بتونی. میوه در بازار به اندازه ضرورتی مردم پیدا میشه، مردم هم تجارت روان است هم گرفتن. اگر الله متعال درختها را پر از میوه کنه کی او را بخوره و کی بخرشه، چی کدام طرف کنی؟ الله متعال بسیار موزون. باران همیطور موزون، برف موزون، کل چیزا را که شما میبینی با مو یک اندازه سنجیده شده الله متعال تعیین کرده. اگر یک شای زیاد کنه بارانا دوام پیدا بکنه، کی است که تاب داره؟ هیچ باران نکنه هفته و متداوم بسازه. کیست که کتاب مقاومت داشته باشه؟ الله متعال متوازن اما چیز پیدا کرده رایسته. و جعلنا لكم فيها معایش، ما گردانیدیم برای شما در زمین معایش، اسباب معیشت و زندگی را. دیگه جای اسباب معیشت وجود نداره. اگر در زحل و عطارد و قمر هم میروه اما اسباب معیشت در اونجا نیست. چرا؟ الله فرموده که در زمین ما اسباب زندگی را گردانیدیم. از همون خاطر کسی که در اونجا سفر میکنه بعد اسباب زمین قطش باشه، از اکسیژن گرفته تا مواد خوراکه و آب و نوشاک اما گپا باید همراهش باشه. و من لستم له برازقین، و ما گردانیدیم کسایی را که شما نیست روزی دهنده از و مخلوق الله را مشاهده که پرنده و حیوانات و حشرات در بر و در بحر میبینی، در تلویزیون ها میبینی که در بحر چقدر مخلوق الله است که روزی دهنده است. شما او را روزی نمیدی، کلش زیر فرمان و اراده الله متعال تنظیم میشه، ترتیب میشه. معیشت و زندگیشان همه گپایش الله متعال برشان برآورده ساخته. پس چطور یک انسان متعامل بازم حقیقت درک نکنه، توحید الله را نشناسه؟ و اب من شیء الا عندنا، نیست اینطور یک چیزی مگر به نزد ما، خزائنه، خزائنایش است. بس اما چیز پیش الله متعال فراوان. خلیکن و ما ننزله، ما روان نمیکنیم میره الا بقدر معلوم، مگر به اندازه معلومش، آنقدر که ضرورت پیدا میشه، سبب گرانی یا سبب چی دشواری بالای مردم نشوه. هر چیز به قدر معلوم است الله متعال روان میکنه. گاهی به خاطر ازی که مردم غفلت نکنه، چرا امور که یک دفعه میتونه به دوامدار به یک سان باشه مردم فکر میکنه این امر طبیعی است، هیچ طور فکر نمیکنه که پشت سر قدرت هست که کار تنظیم کرده. از او خاطر مادیات پرستا همیطور میگه، چون دنیا را به این منوال بهار و تابستان و تیرما خزان و زمستان به می شکل دیده رایست سالا، میگه این طبیعت است. نمیگه که نه، زیر اراده و فرمان الله متعال این فصول به وجود میاد، این صفت ها را برش ثابت کرده، گرم و یخ و رویاننده گیا و نه رویاننده که گیا دش برایا نبایا، میوه پخته شوه نشوه. این را طبیعت فکر میکنه. از همون خاطر است که الله متعال گاهی یک نوع تغییرات پیدا میکنه. موسمی باران باشه باران نکنه،
موسم باران نیست لیکن باران ها را زیاد کنه، به خاطر که مردم بدانه که امر طبیعت نیست بلکه پشت سر قدرتی است که تنظیم کرده. از او خاطر همه چیزا به قدر معلوم که الله میدانه روان میکنه. ورسلنا الرياح لواقحه، ما روان کردیم بادار لواقحه که باردار کننده است. یک مانا یا لواقحه که خیلی باردار است. چرا؟ به خاطری که باداب ابرها را میورداره، ابرها خیلی آب در خود ذخیره داره. یک مانایش است. ما روان کردیم بادار لواقحه، بار بردارنده است ابرها را که ابرها آب زیاد داره. دو مانش لواقحه باردار کننده است. چرا که شاخ به شاخ میخوره، مذکر و مؤنث داره توسط باد. یک شاخ مذکر است یک مؤنث است، با توسط تماسشان میوه ها در او پیدا میشه. از همون خاطر است کدام منطقی که باد زیاد داره میوه درختش خیلی زیاد میباشه. شمالی را شما دیدی در لب سرک تو تا میبینی اونجا خیلی زیاد شمال میباشه بعد از پیشین. از اون خاطر شمالی هم برش میگه. اما درخت ها را ببینی که چطور پر میباشه. الله متعال این موضوع را این 1400 سال پیش گفته بود. آلی متخصصین زراعت ثابت کردن که بله هر گیاه برای خود مذکر و چی داره؟ مؤنث داره. در یک درخت شاخه به خود مذکر و مؤنث داره. از همون خاطر تحقیق کردن فهمیدن که اوه گپ در کجاست. سابق سیبا همیشه یک فصله بود، یک سال میگرفت سالبر که برش میگفت، دیگه سال نمیگرفت. حالی سیبا هر سال سیب میگیره. چرا؟ ثابت کردن. پس امون نقش و پیوند گرفتن در مختلف جاها چسباندن. حالی اونا سالبر مالبر نیسته، اما سال چی میده. این قرآن از جمله پیشگویی های قرآن کریم است. فانزلنا من السماء، ما روان میکنیم از طرف بالا ما انابه فاسقیناکموه، ما شما را می نوشانیم. همین آبی باران الله برای ما می نوشانه. چه قسم یک انتظام عجیبه کرده. باز چی میگه؟ و ما انتم له بخازنین، نیست شما ذخیره کننده برای آب. اگر الله میگفت که یک ما یوتم آب براتون نازل میکنم بارانه، بعد از او به خود ذخیره کنه، کی است که برای 11 ماه دیگه آب ذخیره کرده بتانه؟ به زمینید، به خوردنید، به چیستا گو چیستا مواشید، به کدام میتونی؟ باز که ذخیره کنی آب چند روز بگذار که بوی میگیره، کرم میکنه. لیکن الله متعال چه انتظام کرده؟ کوههای بلند سر به فلک پیدا کرده، برف میباره، جامد میشه. اونجا وقتی حرارت تابستان زیاد شده میره، آب در زمین فرو میره، در رگ زمین. این پایپ لینایی کی هسته؟ اللهی است. تیت میشه در هر طرف، هر جا میزنی چا میکنی برای خود آب چیره، چیزی در روی زمین میاد، چیزی در اون چا آب شیرین برات میاد. همین انتظام کی میکنه؟ ما امسال ورخطا بودیم که کوها بی برف بود. چرا؟ اگر همین برف نمیزد بسیار حالت سخت میشد. شما میبینید که در چند متری چاها مکمل خشک میشد. اما حالی الحمدلله برف ها زیاد شد، خصوصا برف چله خشک. در چله خشک باد الله پیدا میکنه. چله ترخو برف خیلی گرنگ میباشه، باد برداشته نمیباشه. او چون که همون تو ریاکسان در کل روی زمین چی میشه؟ میاه نازل میشه، به مجرد گرمی کلش یک دفعه او میشه، هیچ چیز باقی نمیمونه. اما برف خشک الله توسط بادای قوی چی میکنه؟ در قول و قوبی ذخیره میکنه. شما تابستان هم میری در کوی پغمان چی است؟ بگوی یک چی برف موجود نباشه. الله متعال چه انتظامی کرده؟ میتونستیم ما شما برای خود ذخیره؟ به یک گپی الله جواب بدیم و ما انتم له بخازنین. شما نیستی برای آب جمع کننده که خزانه کنی و از او استفاده کرده بتانی، نمیتونی شما خودتان. و انا لنحن نحیی و نمیت، یقینا ما زنده میکنیم و میمیرانیم. و نحن الوارثون، ما باقی ماندگان هستیم. مرگ و زندگی الله میگه در اختیار ماست. شما هم دائم زنده باقی نمیمانه. با واسطه که محنت کشیدی، زندگی را برابر کردی، قصر مجلل به خود تیار کردی، کشوفش است 4 روز، روز پنجم فلانی رفت از دنیا. وی مردم چی میگه؟ وی یک دفعه دم بلدینگ خدام نشیش بیچاره پرارمان ده. این بلدینگ ها به درد نمیخوره. بلدینگ آخرت خود آماده کنه. برای آخرت خود بلدینگ تیار کرده یا نه؟ اینجا خود زمین مردم غصب کرد. بگوی نه فلسکار است پیشش، نه خوازکار، نه نجار، نه بگوی گیسیکار، هیچ کس هم نه رنگمال نه معمار است پیشش. همونطور رفته کل گیره بیگار کرده، بزرگ بلدینگ خود ساخته. خود چی کرده اولی؟ برو امیدش نشست چی کرد؟ یک شو تو تیر کردی، 10 شو نه 100 سال تیر کردی دمی بلدینگید. چی گپ است؟
آخر رفته نیستی یا نه؟ آخر رفته نیستی. تاسف است که مردم ها او عمارتای آخرت خود در نظر نمیگیره، کل هم و غمش محنتش در عمارتای دنیا چی میشن؟ مصروف میشن، تیر میشه. عجیب نیست؟ تا کیه؟ الله میگه و نحن الوارثون. روز فرا برسه که دی سرزمین یک فرد انسان هم موجود نباشه غیر از کی؟ الله متعال است که همه چیز برش باقی میمونه. و انسان چرا غافل میشی؟ چرا برای خود آمادگی نمیگیریم؟ ولقد علمنا المستقدمین منکم، یقینا ما میدانیم کسایی که پیشیناسته از شما. ولقد علمنا المستاخرین، کسانی که پشتی سر هستند، یعنی مردمای سابق. مستاخرین که آینده آمده رایسته، یک ترجمه است. دوم ولقد علمنا المستقدمین منکم، یقینا ما میدانیم کسایی که پیش شونده است فعلا حاضر وجود داره. ولقد علمنا المستاخرین، و کسایی که پشتی سر است، رفت از پیش از شما، پشتی سر خود گذاشته و کل ان شاء الله متعال میدانند. دو ترجمه. سوم ولقد علمنا المستقدمین، ما میدانیم کسایی که پیشی کننده است در صف جهاد منکم از شما. ولقد علمنا المستاخرین، ما میدانیم او کسایی که پشتی سر خود پشتی سر کننده است در صفای جهاد. کلش الله میگه ما میشنویم. در صف نماز میتونه کسایی که تقدم میکنه، پیشروی میکنه در صف نماز، و کسایی که در مستاخرین است از صف نماز خود پشتی سر میکنه. این معانی را مفسرین ذکر میکنه، اما معنا عام است، هم شامل مردمای پیشین و آینده است و هم شامل مردمایی که در کار خیر تقدم و پیشی میکنه و کدام کساست که پس کشی میکنه. الله میدانه. از همون خاطر است انسان در کار خیر پشتی سر نشوه، تلاش میکنه که در ردیف اول قرار بگیره. هر معامله نیکی باشه انسان باید تلاش بکنه اول نمره شوی. و این ربک هو یحشرهم، یقینا پروردگار تو امی الله متعال است که جمع میکنه کل مخلوقات با این پراگندگی ها، با این تنوع، با این چیستا تاریخی خیلی دور و دراز، با این نمی زمین پهنی که داری وجود داره، کل انسان ها را جمع میکنه الله متعال. انه حکیم علیم، یقینا الله حکیم است. هر برنامه و کاری الله متعال سنجیده است، موزون است، مصلحت داره، راز دون نهفته است. علیم میداند تمام مصالح، مطابق مصالح الله متعال برنامه ریزی میکنه. کل گپا به الله معلوم است. ولقد خلقنا الانسان من صلصال، بیرون تالی را دلایل بیرونی بود. در ما حول خود سعی کردی آسمان، زمین، کوه را، آب، گیاه را، آلی در درونت بیا که تو کستی. ولقد خلقنا الانسان، یقینا ما پیدا کردیم انسان، یعنی اصل اولی نوع انسانی را من صلصال، از گل خشک، گلی که خشک است آواز دهنده، من حماء، از سیالای مسنون که بوی گرفته شده باشه. اصل انسان اول تراب خاک بود، الله ای را ترکت، گل رقم شد، باز گذاشت خیلی دیر بعد ای در سرحدی رسید که یک کمی سیالای وارد جور شد و بعد از او بدبو وارد جور شد. پس از او انسان از او جور کرد که به مثل چی واره؟ کوزه های گلی واره، خشک و تنگ صدا میکرد. الله متعال مراحل در ای وجود انسان تیر کرده. تو انسان و نمو انسان بودی.